اسلامی جمهوریت خدمت کنیم. یک نهاد تحت نام انجمن جوانان اصلاح طلب از نیروهای امنیتی اعلام حمایت کرد و آنان را قهرمانان واقعی کشور خطاب کرد. حمایت از نیروهای امنیتی از سوی این نهاد در پوهنتون نظامی مارشال محمد قسیم فهیم برگزار شده بود. سید جواد سلطانی رئیس نهاد گفت: حمایت جوانان افغانستان و خصوص نهاد جوانان اصلاح طلب افغانستان از قبل هم در جریان بود. امروز من اعلان میکنم به حضور معاون صاحب محترم، قماندان صاحب اکادمی، جنرال صاحب افضل، که ما تا نفس در تن داریم از اردو، پلیس، امنیت ملی خود حمایت، دفاع خواهیم کرد. از سوی هم مؤثران این پوهنتون از اقدام این نهاد ستایش کردند. احمد ظاهر و آزاده، دو تن از افسران این پوهنتون میگویند که از خاکشان به قیمت جانشان دفاع خواهند کرد. آمدن جامعه مدنی در این یک نقطه زمان، در یک برهه زمانی، برای ما یک قوت بیشتر داد، برای ما یک ایمان بیشتر داد. و جامعه مدنی بسیار خوشحال هستیم که در اینجا آمدن، از ما دیدن کردن و به ما روحیه قوی دادن، چون ما مثل که برادر ما گفتن از همه چیز تقریبا از ملکی و دور هستیم و ای که آمدن به ما روحیه دادن تا به وجه احسن وظیفه خود پیش ببریم. این نهاد همچنان از بخش‌های مختلف پوهنتون نظامی مارشال محمد قسیم فهیم دیدن کرد. در آخر به محل نشانزنی نیروهای امنیتی رفتند. پیش از این نیز نیروهای امنیتی از سوی نهادهای مختلف و مردم عام مورد حمایت قرار گرفتند.